پدر من از سال 1354 شادروان حبیب الله محمودخانی این افتخار رو داشت که در کنار استاد پرویز شهریاری مؤسس چاپ رامین باشم. تمام کوششم این بود که امتیازی داشته باشم و بتونم یه مجله نشریه‌ای درارم، اما به من امتیاز نمیدادن و نمیدونم چرا، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب. با آقای ملکپور آشنا شدم. ایشون نماینده زرتشتی ها در مجلس بودن. از ایشون خواهش کردم که یه امتیاز مجله بگیرم. امتیاز چیستا رو گرفتن. چیستا هرچه داره از ایشونه. اگر کمبودی توش مشاهده میشه اون رو میشه به گردن من انداخت. مجله چیستا شاید بیش از 23 ساله که هر ماه به صورت مرتب منتشر شده. مجله دانش و مردم به همین ترتیب. مجله دانش و مردم مجله است علمی با این هدف که سطح دانش و معارف عمومی رو ارتقا بده شروع به انتشار کرده و مجله چیستا اون چی که من میبینم در حقیقت مجله است فرهنگی، ادبی و اجتماعی. اشاره هاشون یا مقاله های متفرقه‌ای که می نویسن خیلی وقتا اشاره به مطالب اجتماعی داره با یه گوشه نگاهی به مسائل سیاسی جامعه. در حدود 24 کتاب در امیرکبیر دارم که چاپ نمی کنن، یا اگر چاپ می کنن من به تصادف مطلع میشم و پول یا چیز اونم به من نمیدن. شهریاری معنی عشق از وجودت آشکار، مرد دانا، مرد دانش، مرد کار، میکند ایران به نامت افتخار. کاووس پسر بزرگ یک کلمه این بین داره. پسر بزرگ قباد به دلیل گرویدن به عقاید عدالتخواهانه. ببینیم کاووس قباد. خب یک کلمه احتمالاً در رابطه با کاووس بین این دو تا. کاووس پتشخوارگر. خب همینو بزنیم باشه؟ پس کاووس پتشخوارگر پسر بزرگ قباد به دلیل گرویدن به عقاید، میتونیم گرایش بزنیم به جای به دلیل گرایش به عقاید عدالتخواهانه اجتماعی مزدک از ولیعهدی محروم شد.
چندین دبیرستان دخترانه مرجان، دبیرستان پسرانه خوارزمی، بنگاه انتشاراتی خوارزمی رو در این رابطه فعال کردن، مؤسس اونها هستن. انتشارات توکا رو بعد از انتشارات خوارزمی فعال کردن. رفتیم گروه فرهنگی مرجان رو درست کردیم. مرجان دختر من بود که در یک تصادف فوت کرد. گروه فرهنگی مرجان هم بود تا چند سالی که اون هم وقتی که به سود رسید باز 2 مرتبه گرفتاری پیدا شد. هم در تهران دبستان راهنمایی داشت، یک مؤسسه هم داشت، مدرسه عالی علوم عراق، اون هم بعد از انقلاب به صورت یک دانشکده دولتی درآمد. بعد از اون هم دیگه کار مدرسه داری رو اصلا نه داخل شدم و نه چیز رها کردم. اجازه بدید بقیهش دیگه اگر چیزی هست بمونه، چون دیگه نمیتونم. مسئله که مطرح میشه اینه که برای تئوری‌ها و نظریه‌های ریاضی دنبال کاربرد می‌گردن یا اینکه در حل مسائل سایر علوم کاربرد ریاضیات به وجود میاد. ببینید ریاضی راه خودش رو میره، به خصوص در زمان ما ریاضیات نظری هست. هر کسی یه مسئله یه مطلبی رو مطرح میکنه بدون اینکه توجه به کاربردش داشته باشه. منتها کاربردش پیدا میشه، منتها این کاربرد گاهی به فوریت نیست. نکته اساسی که ما در ترجمه کتاب‌های ایشون مشاهده میکنیم نکته است که حتی در تخصصی ترین کتاب‌های علم ریاضی بدون توجه به تاریخ علم و تاریخ پیدایش اون مبحث ریاضی به ترجمه نپرداختند. یعنی این اصل رو ما هم در تألیفات ایشون مشاهده میکنیم و هم در ترجمه های ایشون.